دهه 60 میلادی یه دهه خیلی عجیبی بود برای دنیای هنر. یهو انگار هنرمندا با یه دشمن کاملا جدید طرف شدن. یه دشمن نامرئی که همه جا بود ولی در عین حال هیچ جا هم نبود. تو این برنامه می‌خوایم ببینیم این مبارزه چطور هنر رو از روی بوم نقاشی کشوند به سمت یه چیز خیلی واقعی‌تر. یه چیزی که نمیشه انکارش کرد. خود بدن انسان. خب، بذاریم با این سوال شروع کنیم. اصلاً چی میشه وقتی زندگی واقعی یه جورایی شبیه یه برنامه تلویزیونی میشه؟ فکرشو بکنین. هر لحظه از زندگیتون، روابطتون، کارتون، حتی احساساتتون انگار که برای تماشا شدن ساخته شده. این دقیقاً همون حسی بود که هنرمندای دهه 60 باهاش درگیر بودن. این جمله که از فیلسوف فرانسوی گیدبور هست، دقیقاً میزنه به قلب ماجرا. اون اسم این پدیده رو گذاشت جامعه نمایش. و این فقط یه نظریه فلسفی خشک و خالی نبوده ها. نه، بیشتر شبیه تشخیص پزشکی بود برای بیماری فرهنگی که داشت مثل ویروس پخش میشد. خب حالا این نمایش که میگیم دقیقاً یعنی چی؟ برای اینکه بفهمیمش باید برگردیم به دنیای بعد از جنگ. دنیایی که توش مصرفگرایی، تبلیغات و رسانه‌های جمعی تازه داشتن قدرت می‌گرفتن. نکته کلیدی دقیقاً همینه. به نظر دوبور، نمایش فقط یه سری عکس و فیلم نیست. خیلی بزرگتر از این حرفاست. یه سیستمی که توش روابط واقعی و انسانی ما آدما جاشو میده به روابطی که حول و حوش کالاها و عکس‌ها شکل میگیرن. یعنی دیگه زندگی رو زندگی نمی‌کنیم، فقط تماشاش می‌کنیم. و خب این سیستم یه سری عواقب واقعاً ویرانگرم داره. نمایش ما رو تبدیل می‌کنه به تماشاچی‌های تنهای زندگی خودمون. ارتباط واقعی جاشو به مصرف کردن عکس و تصویر میده. تجربه کردن تبدیل میشه به تماشا کردن صرف و آخر سرم نیازهای واقعی ما با چیزهایی که تبلیغات تو گوشمون میخونن جایگزین میشه. خیلی ساده بگم، اصالت داشت کم کم از بین میرفت. البته باید بگم این حس از دست رفتن معنا چیز جدیدی هم نبود. نسل قبلی هنرمندا یعنی اکسپرسیونیست‌های انتزاعی اونا هم سعی کرده بودن با این موضوع بجنگن، ولی خب با ابزارهای خودشون. مثلا جکسون پولاک و همدوره‌هاش، همون هنرمندای بزرگ و پرشور بعد از جنگ، به یه نتیجه انقلابی رسیده بودن. میگفتن اگه دیگه نمیشه به تصاویر اعتماد کرد، پس باید برگردیم به خود عمل ساختن هنر. اونا اصالت رو توی خود رنگ پیدا کردن، توی حرکت بدنشون موقع نقاشی کشیدن، توی خود ماده. هنر دیگه قرار نبود چیزی رو نشون بده، بلکه قرار بود خودش چیزی باشه. ولی برای نسل جدید، هنرمندای دهه 60 این دیگه جواب نمیداد. نمایش اونقدر قوی شده بود که حتی یه نقاشی انتزاعی هم میتونست خیلی راحت تبدیل بشه به یه کالای لوکس، یه تصویر دیگه برای مصرف شدن. معلوم بود که به یه راه حل خیلی رادیکالتر نیاز دارن. این جمله از آلن کپرو یه جورایی مانیفست این نسل بود. منطقشون ساده بود. اگه نمایش داره زندگی رو به یه تصویر دروغی تبدیل میکنه، پس پادزهرش رو باید تو خود زندگی واقعی و معمولی پیدا کرد، نه توی موزه ها، توی خیابون، توی آشپزخونه، توی سوپرمارکت. و دقیقاً همین کار رو هم کردن. آگاهانه به هر چیزی که بوی هنر میداد پشت کردن. رنگ روغن جاشو داد به وسایل دم دستی. حرکات قشنگ و هنری جاشو داد به حرکات عادی و روزمره. این یه انقلاب تمامیار بود. انگار میخواستن هنر رو از اون برج عاجش بکشن پایین و برش گردونن به خود زندگی. اندی وارهول شاید این ایده رو به اوج خودش رسوند. اون اومد سراغ مرلین مونرو که خود نماد نمایش بود و باهاش مثل یه محصول صنعتی رفتار کرد. تصویر مرلین رو از هر جور عمق انسانی خالی کرد. تبدیلش کرد به یه سطح صاف و تکراری. دقیقاً همون کاری که فرهنگ نمایش داشت با همه ما میکرد. و اینجا میرسیم به نقطه اوج ماجرا. خب اگه وسایل روزمره میتونن علیه نمایش استفاده بشن، پس واقعی ترین و نهایی ترین چیز روزمره چیه؟ یه چیزی که نشه جعلش کرد، نشه به یه تصویر ساده تقلیلش داد. جواب خود بدن انسان بود.
این یه ایده واقعاً انقلابی بودا. تو دنیایی که پر بود از عکس‌های بی‌نقص مدل‌ها و بازیگرا، این هنرمندا اومدن سراغ بدن‌های عادی با همه نقص‌ها و ناشیگریاشون. اونا فهمیدن که یه بدن واقعی حتی اگه بی‌نقص نباشه، وقتی داره یه کار ساده انجام میده، میتونه قوی‌ترین سلاح علیه اون زرق و برق دروغی نمایش باشه. دو تا از چهره‌های اصلی این جنبش، ایوان راینر و کارلی اشنیمن بودن. هر کدومشون این ایده رو از یه مسیر کاملاً متفاوت دنبال کردن. راینر با حذف کردن هر چیز اضافی دنبال اصالت میگشت، در حالی که اشنیمن با اغراق کردن توی جنبه‌های فیزیکی و حسی. ولی هدف نهایی هر دوشون یکی بود، اینکه بدن رو از چنگال نمایش پس بگیرن. رویکرد ایوان راینر یه جور نگفتن بزرگ بود. اون رقص رو از هر چی تظاهر و نمایش بازی بود خالی کرد. مثلا تو کار معروفش تریو ای، رقصنده ها حرکاتی انجام میدن که شبیه کارای روزمره است. راه رفتن، برداشتن یه چیزی، خم شدن، نه لبخندی نه نگاهی به تماشاچی، انگار یه بیانیه بود که میگفت ببین این یه بدنه، همین و همین کافیه. اما اون طرف ماجرا کارلی اشنیمن بود. کار اون به اسم لذت گوشت یه هپنینگ بود، یه جور رویداد هنری شلوخته و پر از حس. اجرا کننده های نیمه برهنه بین رنگ و کاغذ و گوشت خام غلط می زدن. ازن قرار نبود زیبا باشه. واقعی بود، به هم ریخته بود، حتی شاید زننده بود. اشنیمن داشت لذت رو از اون حالت ایدئال و تجاریش آزاد می کرد. یه لذتی که ناشیانه، کثیف و 100% فیزیکی بود. خب، این ایده های رادیکال فقط توی گالری های هنری نموندن. جالبه بدونین که دقیقاً همون منطقی که هنرمندا رو به سمت بدن کشوند، داشت توی یکی از قوی‌ترین جنبش‌های اجتماعی اون دوره هم شکل می‌گرفت. و اینجاست که هنر به سیاست گره می‌خوره. سوال اینه: آیا عمل ساده و فیزیکی حضور داشتن میتونه یه حرکت سیاسی باشه؟ جواب دهه 60 به این سوال یه بله قاطع و بلند بود. فقط این صحنه رو تصور کنین. هیچ فریادی نیست، هیچ خشونتی، فقط 3 مرد جوان که نشستن. همین. این 3 دانشجو از بدنشون به عنوان تنها ابزارشون استفاده کردن تا جلوی یه سیستم ناعادلانه وایستن. حضور فیزیکیشون یه واقعیتی بود که نمیشد انکارش کرد. این جمله از الا بیکر، یکی از فعالان حقوق مدنی، خیلی قشنگ این ایده رو جمع‌بندی میکنه. میگه این اعتراض بزرگتر از یه همبرگر بود. دعوا سر ساندویچ نبود. دعوا سر این بود که بدنهای سیاه‌پوست هم حق دارن تو فضا باشن. این یه مبارزه‌ای بود برای به رسمیت شناختن واقعیت فیزیکی و انسانیشون. دقیقاً همون چیزی که هنرمندا هم تو گالری‌ها دنبالش بودن. 381. این عدد روزهاییه که تحریم اتوبوس‌های مونتگومری طول کشید. فکرشو بکنین، بیشتر از 1 سال 10,000 نفر فقط با راه رفتن و سوار اتوبوس نشدن، یه سیستم تبعیض نژادی رو به زانو درآوردن. این یه نمایش فوق‌العاده از قدرت و استقامت بدنهای واقعی بود وقتی کنار هم قرار می‌گیرن. پس در نهایت چه توی یک گالری هنری، چه پشت یه پیشخونه غذاخوری، پیام یکی بود. توی دنیایی که روز به روز داره مجازی‌تر و نمایشی‌تر میشه، عمل ساده ولی سرسختانه حضور داشتن، حضور با بدن واقعیمون، میتونه قوی ترین شکل مقاومت باشه. و این ما رو میرسونه به یه سوال برای امروز خودمون. 60 سال بعد توی دنیایی که شاید حتی از دنیای دوبور هم نمایشی تره، دنیای آواتارهای دیجیتال، تماسهای ویدیویی و پروفایل‌های اینستاگرام، ما چطور میتونیم اصالت بدن و حضور واقعی رو پس بگیریم؟ واقعا اونجا بودن برای ما امروز یعنی چی؟ شاید جوابش هنوز همون درس ساده دهه 60 باشه. اینکه بعضی وقتا رادیکال ترین کاری که میتونیم بکنیم اینه که فقط باشیم.